ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. قسم 4، گفتاری 102. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. البته این احوال ماه رمضان بخارا که در 2 باب بالای ذکر یافت با عامه اهالی مهنتکش این شهر هیچ دخل ندارد و در ماه رمضان عذاب کشندگان هم همین عامه بودند. مثلا گیریم مشکابان را. مشکابان از سفید شدنی روز تا تاریک شدنی شب مشکهای پرآبی 7-8 ستیلی را به دوش خود برداشته به حوری قراری هاشان تا 1000-2000 قدم می بردند و در آشیانه های دویومی کوکلتاش، دیوان بیگی و میری عرب برین مدرسه های کلان با زینه های 40-50 پاغندگی بالا می برآوردند. در غیر ماه رمضان نیز این کار خیلی زور طلب باشد هم مشکابان در بین کار گاها با 1 لقمه نان 1 پیاله چای نوشیده قدری دم گرفته به انجام می رساندند. اما در ماه رمضان در ظرف 14-16 ساعته گرسنگی این گونه کار را دوام دادن قریب طاقت ناپذیر بود. و بالای این به مناسبت رمضان و مهمانداری در خاندانها صرف آب زیادتر می شد که وی به بالای مشکابان سرباری بود. بنابراین مشکابان وقتی شام به خانه خود مانده و خسته شده می آمدند و با همه این شکمی گرسنه اشان را مجبور بودند که به آب و یوغانی که زنشان تیار کرده است پر کنند تا که برای فردا قوت کار پیدا شود. بعد از پر کردن شکم در حالت ماندگی خوابیدن باز آنها را افسرده تر می کرد. با همه این مجبور بودند که سحر خیسته طعامی خورند و از بیم گرسنگی دور و دراز روزانه خواه دلشان کشد خواه نکشد چیزی را به دهانشان تقانده فرو می بردند و روز سفید شدن همان به کار می برآمدند. بعضی پیرتر حتی میان سالتری آنها در دهه اولی رمضان بسیار دیر کشد تا 15 آن ماه از کار برآمده بیماری بستری شده می خوابیدند. احوالی پایبزال دوزان هم نزدیک به همین بود. آنهایی که در استاخانه ها با بونک بسته شده بودند اگر در غیر ماه رمضان در شب و روز 12 ساعت کار کنند در رمضان 16 ساعت کار می کردند، چون که استاکارها صاحبان استاخانه به مناسبت ماه رمضان سپارش ایدانه بسیاری می گرفتند و بهای سپارش ایدانه از سپارش های عادی در از مهلت قیمت تر باشد هم مزد کار خلیفگان مانند پیشتره می شد. خلیفگان مجبور بودند که تا نماز شام کار کنند و در وقت افطار روزه کشایی چیزی خورده باز کار را تا وقت طعام سحری دوام می دادند و بعد از طعام سحری که خیلی دلناکشانه می خوردند
با همان شکمی زور به زورکی پر کرده شده می خوابیدند. اما بعد از چند ساعت خواب استاکار آمده همه اشان را بیدار کرده به کار می انداخت و بعد از آن خود به خانه درونش در آمده تا بیگاهی به حضور می خوابید. پایبزال دوزان در دهه آخرین رمضان حتی تا 20 ساعت کار می کردند، چون که به واسطه نزدیک آمدن این طلب سپارش دادگان سخت‌تر و جدی‌تر می شد و استاکار هم خلیفه های خود را به بسیارتر کار کردن مجبور می کرد. آنها 3 روز آخری رمضان تا پگاه عید قریب نخوابیده کار می کردند تا که سپارش های عیدانه به انجام رسد. بنابراین بیشترین پایبزال دوزان جوان هم یا در میانه ماه رمضان و اگر بسیارتر تاباوری کنند در روز عید بیمار شده می افتادند. پایبزال دوزان یک کدست که در خانه خود و بسر خود و آزادانه کار می کردند نیز از این تشویش آزاد نبودند. از یک طرف آنها را به مناسبت ماه رمضان و نزدیک آمدن عید و فروشانی که مالشان را خریده می فروختند به بسیارتر برآوردن کار مجبور کنند، از طرف دیگر خودی آنها هم مجبور بودند که در این ماه سپارش های بیرونی گران نرخ را بسیارتر گیرند تا که خراجات بر زیاد رمضانی را تأمین کنند، چون که در ماه رمضان آنها مجبور بودند که هر روز برای افطار هیچ نباشد 1 تا نان بازاری کنجیدی، 1 کاسه نیشالله و آب نبات گرفته پیش زن و فرزندانشان گذارند و تا روز عید برای بچگان و زنشان لباسی نوی تهیه نمایند. احوال دیگر هنرپیشگان مثلا بافندگان هم همین طرز بود. احوال گیلکاران، دریدگران و نقاشان هم در ماه رمضان تنگ می شد، چون که در این ماه عمارت سازی تماما تعطیل می شد و بناکاران مجبور بودند که خرج بر زیاد ماه رمضان را با قرض گرفتن از بالای کار آینده شان تأمین نمایند. از همه سخت‌تر و بدتر احوال مرد کاران بود. عادتاً کمبغلان بیزمین صحرا و پای برهنگان شهر هر روز در ریگستان بخارا جمع می شدند و آدمان طالب آمده آنها را روز قرار و کارهای سیاه می بردند. در رمضان که کارهای بناکاری و هر گونه کارهای سیاهی دیگر می خوابید، مرد کاران بیکار می ماندند. اگر احیانا با کسی مرد کار در کار شود هم به مناسبت ماه رمضان یکی یا چند نفری آنها را نیم روزه و بی خوراک می برد و مزد نیم روزه بی خوراک که آنها می گرفتند به نان خشکی 1 روزه خودهاشان هم نمی رسید و زن و فرزندانشان تماما گرسنه می ماندند. به همین طریقه برای مرد کاران که تا دستشان نجنبد دهانشان نمی جنبید، بیکاری رمضان یک بلای عظیم بود. احوالی گچکوبان، خاک و خیشت کشانان که به بناکاری وابسته بودند در ماه رمضان از احوال مردکاران بهتر نبود و برای خاک و خیشت کشانان در یک ماه بیکاری رمضان سیر کرده ایستادن خرهای بارکششان خراجات سرباری بود. انا همین احوال عمومی رمضانی عامه مهنتکشان را به نظر گرفته، یکی از شاعران همان زمان رمضان را مرزان خانم از آن، روز بیمارم و شب بدتر از آن گفته است و با این 2 مصرع ساده ترجمانی زبانی حالی عمومی مهنتکشان گردیده است.
عید نوروزی و سیر شیربدن. عید نوروز که در سری سال شمسی در اولی حمل سر می شد، یکی از عیدهای پیش از اسلامیت است. بنابراین خلق تاجیک در حالتی که عید رمضان و عید قربان بر این عیدهای دینی را یک روز برپا می داشت، عید نوروز را هفته ها دوام می داد. به سبب در اولی بهار در وقتی به حرکت در آمدن تمامی رستنی ها راست آمدنی این عید طبیعت، انسان هم به حرکت می آمد. از اینجاست که تاجیکان همه چیز در عمل می گویند. در حقیقت این عید به حرکت آمدن کشت های غله‌دانه و سر شدن کشت و کاری دیگر حاصلات زمینی بود که انسان را سیر کرده سبب بقای حیات او می شدند. در زمانهای پیش دهقانان تاجیک پیش از سال نو، پیش از ماه حمل، در هر دهه به میدانها جمع شده گوشتگیری و دیگر حرکتهای بدنی کرده، گویا بدنی از سرمای زمستان افسرده شده اشان قوتی نو می دادند و در اولی حمل 3 روز سیر و گشت عمومی کرده و کشت و کار می در آمدند. اما روحانیان با این عید رنگ دینی داده 7 سلام ترک کرده خوردن را رسم کرده او را یک منبع درآمد خود قرار دادند. حتی بی حیاترین ملایان درباره شرف این عید از نام پیغمبر حدیث ها ساخته بافته برآوردند. امیران آخری بخارا باشند، این عید را در راه دور و دراز مشغول داشتن خلق به کارهای بیفایده ضرری مادیناک استفاده کرده به این واسطه خود آسوده زندگانی کردن خواستند. از امیران بخارا آن کسی که عید نوروز را از شکل خلقیگی برآورده به وی رنگ رسمیت داد امیر مظفر بود. او هم این کار را بعد از شکست خوردنش در جنگ رسیه کرد. از روی قول آدمان کهنسال حقیقت بین که به نویسنده این سطرها گفته بودند، برای امیر مظفر بعد از شکست خوردن در جنگ در پیش مردم آبروی نماند، خصوصاً بعد از آن که او مردم را تاراج کرده خزینه در جنگ خالی شده خود را پر کردن خواست. نفرت مردم باز هم از وی زیاده تر شد. بنابراین او در هر جا که منزل کند چوکی بزم عمومی برپا کرده مردم را به تماشای وی مشغول می کرد تا که به این واسطه عامه خلق را وادار کند که از کردارهای ناپسندیده او چشم پوشند و یا اینکه به دیدن آن کردارها فرصت نیابند. از این جمله او در شیربدن نام چارباغ خود که در طرف شرقی شهر و 2 کیلومتر دورتر از وی بود هر بهار سیر نوروزی تشکیل می داد. این سیرهای او تا 2 ماه حتی تا 70 روز دوام می کرد. او در این سیر از تومنها، ریانهای بخارا همه سازندگان و پهلوانان خلق را به طرز مجبوری می آورد و آنها را 4 حاکم تومن، قاضی، رئیس، املاکدار و مرشد گنداشته می آوردند. آنها در اطراف چارباغ شیربدن در حولیهای دهقانان منزل کرده از اول تا آخری سیر با خرج خود زندگی نموده سیر امیر را زینت می دادند. در این مدت دور و درازی اولی بهاری همه کارهای دهقانیشان می ماند و وقتی کشتهای بهاری می گذشت. در این سیر نه تنها آنها از کار می ماندند که از طرف امیر مجبورند آورده می شدند، بلکه بسیار دهقانان و دهقان پسران خواه ناخواه
برای تماشای سیر آمده خراجات می کشیدند و از کار می ماندند. امیر مظفر در این سیر تنها به مشغول داشتن خلق قناعت نکرده، ترساندن آنها را نیز مقصد کرده گرفته بود. بنابراین با فرمان او در سیرگاه، در جایی که هر تماشابین از آنجا یک بار دو بار می گذشت، خندق کافته مانده بودند و در کنار آن خندق در پیش نظری تماشابینان هر روز یک چند بندی را از زندان آورده می کشتند تا که به مردم عبرت شده دیگر در پی عصیان نافتند، در حق امیر بدگویی نکنند و از فرمانهای او سر نپیچند. مرده های آن مقتولان یک روزی دراز در لب آن خندق می ایستاد و روزی دیگر جای مرده های کهنه را مرده های نو می گرفتند. امیر در آن سیر با آوردن اهالی تومن ریان های بخارا قناعت نکرده، پهلوانان و اهالی قرشی، شهری سبز، خطیرچی، کرمینه و نورعطا بر این مضافات های بخارا را هم جلب می کرد. از این بلا تنها اهالی کوهستان خلاص بودند که برای دوری راه آوردن آنها امکان نداشت. در وقتی عبدالاحد از ترس روس‌ها در سیرگاه آدم کشی کردن برهم خورده، مدتی سیر هم تا 1 ماه و 15 روز کوتاه شده بود. اما در بدل این کوتاهی در ستاره خاصه نام چارباغی که او ساخته بود و در کرمینه که بیشترین خودی او در آنجا بود، بعد از سیر شیر بدن 15 روزی یا 1 ماهی باز سیر می شد و مدتی این 30 سیر با حساب اندر 1 برابری مدتی سیرهای پدرش می گردید. عبدالاحد در سیر کرمینگی خود راه آدمها را به یکدیگر جنگ انداختن را اختراع کرده بود که ما درباره آن کار در بابی دیگر گپ میزنیم. در شیربدن سیرگاه اساسی در دو طرفی راه کلانی که از پیش چارباغ امیر می گذشت بنا یافته بود. در وقتی از شهر رفتن در دستی چپ میدان اطرافش احاطه کرده شده ای بود که وی را چیلتنابی 10 گکتری می نامیدند و در آن با دروازه کلان در آمده می شد. در درون این احاطه اول مسجدی جامی، بعد از آن میدانهای چوکی بزمی عمومی و دیگر تماشاخانه ها واقع شده بود و دیگر جاهای آن را آذوقه فروشان، قصابان و آشخانه‌داران اشغال می کردند. از آخر این میدان با یک دروازه به راه کلان برآمده می شد و در طرف جنوب این جای راه دروازه چارباغ امیر و در پهلوی دروازه چارباغ ایوانهای پیشگشاده بنا یافته بود که در آنجا برای تماشا درباریان می نشستند. در طرف شمالی راه ایوانی درازی بود که در وی در ایام سیر بزازان، حلواگران، عطاران و دیگر دکانداران جای می گرفتند. بعد از دکانهای این دکانداران در طرف دستی چپی راه میدانی بود که وی را 5 تنابی از 1 گکتر زیادتر می نامیدند و در وی مسجدی 5 وقتی بنا یافته بود که در آنجا در روزهای سیر ایشانهای جهری جهر کرده نشسته دکانداری می نمودند. اداره کننده سیر قاضی کلان یا رئیس بخارا هم در همین میدان چادر زده می نشست. بعد از آن در دست راست یک میدانی وسیعی بود که وی را 70 تنابی تخمیناً 18 گکتر می نامیدند. در قسم پیش این میدان سرکردگان و سوداگران کلان چادر می زدند و در قسم پسینی آن علاوه چارباغ پادشاهی به شمار می رفت که
وی را درختان میوه‌دار و سایه‌دار فرو گرفته، زمینش پر از سبزی و سیبرگه بود. تماشاگاه اساسی سیر پیش دروازه پادشاهی بود که جای تنگترین این سیرگاه همانجا بود. هر پگاه در آنجا اول چوکی و بعد از آن معرکه گوشتگیری تشکیل می یافت. این تماشاها را در اینجا اول درباریان با آسودگی و بعد از آن دکانداران با نیم آسودگی می دیدند. اهالی شهر و صحرا که گروه گروه می آمدند چیزی را نمی دیدند، چون که یسبولان برای نگهداری میدانی بزم و گوشتی آنها را با چوب دست خود زده پس شناندن می خواستند و گروه های نو که از پس می آمدند آنها را زیر کرده پیش گذشتن می خواستند. بنابراین اهالی عادی تماشابین نه پیش رفته می توانیست و نه پس. و بالای این هر ساعت بیم آن بود که در زیر گروه انبوه مانده پایمال شود. نویسنده این سطرها در اول بار دیدنم آن سیر و سیرگاه را تأثیرات خود را در شکل داستان به نظم درآورده بودم و می‌خواهم آن داستان را انتخاب و اصلاح نموده به خوانندگان پیشکش نمایم. از بس که در آن وقتها من شاهنامه فردوسی را بسیار می‌خواندم، شکل و اسلوبی وی به این داستان بی تأثیر نمانده است. داستانی سیری شیر بدن. زمستان گذشته شده نوبهار، فلک بی غبار و زمین سبززار. هوا بود فارم نه سرد و نه گرم، نسیمش چو انفاسی محبوب گرم. چی بیدی سیاه و چی بیدی سفید، همه گشته خوشبوی چون مشک بید. درختانی سی سبزه‌ای میوه‌دار، شکفته ز مستی چو روی نگار. ز بس جشن فیروز نوروز بود، همه چیز گویا که فیروز بود. شده جشن برپا به نوروزگاه، به یک شیربدن نام مأوای شاه. روان گشته مردم هزاران هزار، به آن جشن مسرور یاران به یار. فرحناک بودند و خرسند و شاد، مرا لیک یک کس نمی کرد یاد. در آن روز بیرون ز بیت الحزن، شدم یک رفتم به آن انجمن. که اسباب عشرت مهیا همه، ره و رسته ها خوب و زیبا همه. فروشنده هر قسم گویی تو هست، اگر کسب اعلا اگر کسب پست. خوراکی مهیا ز هر گونه آش، پلو با چلو هر طرف چاش چاش. به پولدار روزی کباب و شراب، ولی بی پولان خورده دودی کباب. امیران اسکر به جایی وسیع، زده خرگه و خیمه های رفیع. به یک سوی خرگاهی تجار بود، به یک سوی دلال بازار بود. کشیده به خیمه بریزین به سر، که تا برف و باران نسازد اثر. بساطی حریر و کتی زرنگار، به هر خیمه آماده 3 تا 4. به درباری شاهی نشسته به صف، سپاهانی زرین کمر هر طرف. که در نزدشان بزم بر پای بود، به ساز و به آواز و رقص و سرود.
ز انبوهی مردم در آن انجمن، نبود لیک یک جایی سوزن زدن. و مردم نبود راه آسایشی، نه جایی که یابند آرامیشی. به پا راست ایستاده کرد گوش، تماشاگران سازها نی به هوش. همه هوش در بند آن که مباد، بیفتد دهد جان شیرین به باد. بلی کس بیفتد در آن رست و خیز، شود پیکرش بی گمان ریز ریز. منی خسته ایستاده در گوشه‌ای، دهن وا دو دیده به هر گوشه‌ای. ز بیمی فتادن تنم بیمه دار، به ناگاه یک توده‌ای نابکار. به سویم چو ترمه دوان آمدند، دل و دست و پایم به جان آمدند. غرض اوفتادم ز پا بر زمین، به طرزی که مقتولی از روی زین. به یک سو تنی خویش را در زمان، کشیدم به صد زور از حول جان. ولی بیمی آن بود در عین حال، به انبوه دیگر شوم پایمال. در آن حال یک مردی نیکو سیر، رهاندم از آن ورطه پرخطر. به دکان خود برد و جایی شناند، ز قید پریشانیم وارهاند. مپرسیدم از نام آن نیک مرد، ولی بود او را لقب حاجی زرد. ز اهل زمان مردی غمخواری کس، توان گفت یک حاجی زرد است و بس. بسی سال گردیده گردی جهان، سخن سنج و حزال و شیرین زبان. میسر مرا شد چو جایی چنان، نشستم ز غم دور و آسوده جان. به حاجی بگفتم ز شکران سخن، تماشا کنان طرح آن انجمن. شد آخر چو هنگامی سازندگان، دف و نای بردند از آن میان. پی گوشتین معرکه ساز شد، سوی گوشتین دیده ها باز شد. همه پهلوانان زور و دلیر، قدم ماندن ترس چون نره شیر. رونده چو رستم پی کارزار، چو سهراب در جنگ خصم استوار. همه چست و چالاک و صاحب هنر، هنرها نشان داده بر یکدیگر. به دست پیچ و قلماقی و قاقمه، زند آن یکی آن دیگر را بته. شما گفتار 102 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.